تقویت عضلات ران برای جلوگیری از زانو درد. یکی از زانوها رو روی صندلی قرار بدین، با دست موافق مچ پاتون رو بگیرین و به سمت باسن بکشین. بعد از 1 دقیقه همین کار رو برای پای دیگه‌تون هم انجام بدین. پشت به دیوار زانو بزنین و کف پاها رو به دیوار بچسبونین. کمی از زانو به سمت جلو خم بشین. هدف پیدا کردن انقباض عضلات پشت ران توی این نقطه است. وقتی محل انقباض رو پیدا کردین، توی این حالت 20 ثانیه بمونید. سپس 1 ثانیه استراحت و دوباره این تمرین رو انجام بدین. یه مینی باند ورزشی رو توی بالای زانوهاتون قرار بدین. به دیوار تکیه بدین، حالت اسکات بگیرین، کمر و باسنتون باید به دیوار چسبیده باشه. توی این حالت برای 45 ثانیه به صورت متناوب پاهاتون رو از هم باز کنین و به عرض شونه برگردونین. ددلیفت تک پا با دمبل انجام بدین تا جایی پایین بیاد که انقباض عضلات پشت پا رو حس کنین. برای 45 ثانیه برای هر پاتون این تمرین رو انجام بدین. حالا حالت خرس بگیرید. در عرض 20 ثانیه طول مت رو طی کنید. بعد استراحت کنین و برای چند ست این تمرین رو انجام بدین. روی صندلی بشینید. دستاتون رو روی زانو قرار بدین تا زانو ثابت بمونن. بعد انگشتان پاهاتون رو به سمت بالا خم کنین و برای 45 ثانیه با تمرکز اونا رو به صورت متناوب به سمت پهلوها حرکت بدین. روی صندلی بشینین، یه پا رو جلوتر قرار بدین و عضلاتش رو شل کنین. حالا با حرکت آهسته کشکک زانو تنش رو ازش رها کنین. برای 45 ثانیه هر پا رو تمرین بدین. روی زانوها بشینین، سینه پا باید کشیده باشه. وزن خودتون رو روی پاشنه ها قرار بدین. به مدت 45 ثانیه تمرین رو ادامه بدین. وزنتون رو کمی به سمت عقب هل بدین و کشیدگی روی ساق رو حس کنین. توجه کنین که تمام این تمرینات رو به آهستگی با تمرکز بالا انجام بدین.